همین مسئله چی؟ مسئله شرک های معایده، شرک های پنهانی که همین در بین تاجیکا در روسیه در تاجیکستان میشد. هم شرک هایی که مثال ما نمیدونیم که نمیکنیم. کانتش مثال آورده گفته میتونید که اگر نکرده باشیم نکنیم یا کرده ریا ایستاده باشیم بس. از همه شرک خفی این ریا هست، خودنمایی. یعنی عبادت میکنید نه به خاطر الله، به خاطر مردم. خوجام کرسون میگن ازبکیه، مردم های تاجیکا هم نقل میکنه از ازبکا، خوجام بیند. یعنی برای مردم شده، برای الله نه. اگرچه برای الله باشد هم 90% برای الله باشد و 10% برای غیر الله باشد و شرک است. یعنی نماز خشوع کرده خواندن، قرائت در نزد مردم خشوع کردن، عموما همین کار عبادت به خاطر دریافت رازگی مردم کردن، برای خودنماییش دادن یا سمعه، تا اینکه مردم شنود فلانی خیر کرده است، تا اینکه گپ گپ شود همه فهمد گفته، یا اینکه به مردم بیند گفته. لیکن اگر خالصا لله باشد و در حضور مردم باشد هم هیچ گپ ندارد، چون که الله تعالی در قرآن آنهایی که آشکارا صدقه میدهند و پنهانی صدقه میدهند هر دوش تعریف کرده است. مقصد اگر رازگی الله باشه، اگر این عمل قلبی هسته، یعنی وای در دلش چی گذرانده ایستاده است، برای مردم است یا برای الله؟ اگر برای الله باشه ضرر نمیکند، در نزد مردم خیر کندم، در پیش ویدیو خیر کندم خیر است. لیکن مثلا بعضی آدمای بی‌نماز میبینیم کامره های مونده چهار افغانی از بیزنسمن رو جمع کرده از نام دیگه کس با میتیاد، هم دروغ هم فریب هم خودنمایی، همه بدبختی های جمع کرده است. مالی خودش نه، خودش یه آدمی سخت است، از آن بای های گرفته است، خودش در کامره تقسیم دارد، نعوذ بالله، از نام خودش. اینو بدترین آدم ها هستند. اما یا آدم مقصدش رازگی الله هست و با در پیش کامره هم خیر کرد تا برای دیگرای هم در شود، باکی ندارد. لیکن این قلب کتی میشده، اگر در قلبش گفت که مردم بیند که من سخی هم گو ریا لکه عبادت هم نماز خونده ایستادگی بود خالصا الا بود، یه آدمی پولدار اومد نماز طولانی خوندید برای خاطر همین که فلانی بسیار آدمی، من همه در کوچه ها گشت از تلفن بازی کرده، این اومده در مسجد عبادت کرده است، گویند گفته نمازش طولانی کند، الکه ریا اومد. در همین خیلی حالت ها مبارزه بردن در کار شیطان کتی. شیطان میخواد اما عبادتتون رو مبدل به شرک بیارد و بعد باطل کنه، چون که الله تعالی شرک قبول نمیکنه. ترکته و شرکه. کسی اگر به خاطر ما عبادت کند و ساری هم کسی شریک بیارد، 10% باشدم 5% باشدم، من بهترین شریک میگود الله تعالی. کسی عبادت به من کند و با من شریک هم بیارد، من همیشه به شریک هم میتیم. برخلاف شریک های دنیا، شریک ها حرکت مونه اکثریت چه خودشان گرن یا همیشه خودشان گرن، الله تعالی همیشه به شریکش میتید. بنابراین الله تعالی فقط عمل خالص قبول میکنه.